واقعیت اینه که ما انسان ها ارزش سعی و خطا رو آنچنانی که باید درک نکردیم. خود سعی و خطا در مقابل یک رقیب خیلی توانمندتری به اسم دانش خیلی اوقات میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده. قرار نیست شما همیشه و در همه موارد فرمول خاصی رو تبعیت بکنید، یا دانش خاصی رو داشته باشین، یا مدرک خاصی رو داشته باشین و اینها رو کار کرده باشین. گاهی اوقات خود سعی و خطا وقتی که نهادینه میکنه یک تجربه ثابت شده ای رو برای ما، میتونه خیلی بهتر از خیلی از فرمول های کار بکنه که ما قرار هست کارهای دیگه ای رو تبعیت بکنیم. و زمانی که این سعی و خطاها به مرز پختگی میرسه و عبور میکنه دیگه اون مرحله، اون فاز ابتدایی که دیگه داره پاسخ میده برای شرایط خاصی برای ما،